In God we trust. سلام به شما عزیزان. هوش هیجانی. خیلی خوشحالم که دارید این محتوای آموزشی رو مشاهده می‌کنید. من یه عادتی که دارم همیشه دنبال چرایی‌ام. چرا اون آدم موفقه؟ چرا این معامله‌گر موفقه؟ چرا حتی نفرات برتر استعدادیابی، نفرات برتر چه ویژگی مشترکی دارن که موفقن؟ یا حتی اونی که حذف شده چرا حذف شده؟ ریشه عمده مشکلات یا یکی از ویژگی‌های مشترک افرادی که موفقن تو معامله‌گری، تو زندگی، همه برمیگرده به هوش هیجانی. ازت میخوام تمام تمرکزت رو بدی به من، چون به قدری این آموزش مهمه ایمان دارم موجب رشدت میشه. من داخل این محتوای آموزشی نه با مبحث تکنیکال کار دارم نه فاندامنتال، تو جای خودش به صورت تخصصی 0 تا 100 بیش از 45 ساعت آموزش کامل دادم و بهش ایمان دارم، چون من یک معامله گر میسازم و داخل این آموزش کامل میخوام در مورد هوش هیجانی صحبت بکنم. ازت میخوام تمام تمرکز خودت رو بدی بهم و همین اول کار بهت بگم دوست دارم سفیر این آموزش باشی. این آموزش رو با دوستانت، فرزندانت به اشتراک بذاری، بهشون آموزش بدی یا حتی هدایتشون کنی آموزش رو ببینن. چرا؟ چون دوستان، زندگی ما، نتیجه هامون حاصل تصمیماتمونه و تصمیمات ما بر اساس، یعنی اولویت ذهنها بر اساس ذهن احساسیه تا اینکه بر اساس عقلانیت باشه. ولی تو وقتی خودآگاه باشی روی این موضوع میتونی منطقی با اون ذهن عقلانیت بهش نگاه بکنی، با اون ذهن منطقی بهش نگاه بکنی. ازت میخوام تمام تمرکزت رو بدی به من، با همدیگه بریم به هوش هیجانی بپردازیم. بذار من از اینجا شروع بکنم. داخل هواپیما نشستی، هواپیما دچار تلاطم میشه. بغل دستتو که نگاه میکنی میبینی یکی گریهش گرفته، اصلا توی اون لحظه نمیتونه کنترل بکنه خودش رو. یکی دیگه نه داره موزیکش رو گوش میده، یکی دیگه نه با خیال راحت داره روزنامه‌اش رو میخونه. تفاوت این افراد تو چیه؟ توی پایین بودن هوش هیجانی. کسی که یکان اصلا کنترل از دستش خارج میشه، گریه میکنه. خب این فرد دوچار هوش هیجانی پایینه و این نکته رو از من داشته باش، هوش هیجانی کاملا قابل بهبوده و حتی اگر من سبحان صمدی تستی که بهت میگم خب من هوش هیجانی بالایی دارم، اگر من روی خودم کار نکنم میتونه هوش هیجانی من کاهش پیدا بکنه. و حتی اگر یک شخص هوش هیجانی پایینی داشته باشه، ببین 50% راه افزایش دادنش همین خودآگاهیه که باید داشته باشه، یعنی اینکه خودش رو کامل بشناسه. ما آدم ها خودمون رو کامل نمیشناسیم، اصلا ما نمیدونیم دقیقاً چرا عصبانی میشیم، چرا از کوره در میریم، چرا مثلا یک شخصی میاد پشت سیستم میشینه دچار اوورترید میشه. چرا؟ تو وقتی خودت رو بشناسی، خودآگاهی داشته باشی، میتونی خودت رو کنترل بکنی. یا یک معامله‌گری، ببین ما اینو به وفور توی استعدادیابی دیدم. من میخوام فقط نفرات برتر رو صحبت بکنم، مثلا نفراتی که حالا مثلا 10 به بعد بودن رو کاری ندارم. 2 ماه استیتمنت عالی، یک گراف مثبت، 2 ماه عالی، ولی توی یک روز. و خیلی جالبه بدونید من طبق آماری که دارم به دست میارم 80% افرادی که حالا از پراپ ها هست میشن، 80% افرادی که اصلا توی از این استعدادیابی هست شدن به خاطر دراداون کل نبوده که مثلا بگن آقا به 10% برسی، 80%شون به خاطر یک روز اشتباه ضرر کردن بوده. یعنی توی یک روز اومده دراداونش رو تاچ کرده و حالا طبق اون قوانین رو گذاشته زیر پا و حذف شده. چرا؟ برمیگردیم به هوش هیجانی، نتونسته ذهنش رو کنترل بکنه. دیدی افراد روحیه آرومی دارن ولی تو یک برهه مثلا برای 1 دقیقه یه آن از کوره در میرن، بعد میگن آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، اصلا نمیدونم چی شد که اینطوری شد. ولی یک شخص دیگه ای نه، تو لحظات هیجانی خودش رو کنترل میکنه. نمیتونیم بگیم آسونه ها، اگه آسون بود که همه انجامش میدادن. خب من بودم یه تستی هم دوباره گرفتم دیدم که ماشاءالله 90% همه افرادی که حالا داشتن استوریا رو پاسخ میدادن همه افرادی بودن که سریع از کوره در میرفتن. و این برمیگرده به همین هوش هیجانی که دارم بهت میگم. تو معامله گری شما داری درست پیش میری،
شیب مثبتی ساختی، ولی تو یک روز از اون روزاست که مارکت میخواد سودت رو پس بگیره. ببین من اسمش رو گذاشتم، میگم آقا یه روز 2 روز از ماه روزیه که فرق مبتدی و حرفه‌ای کامل مشخص میشه. افراد حساب مثبت ساختن، حرفه‌ای توی اونجا هنرش اینه سر به سر خارج شه یا اصلا نهایت ضررش رو بخوره. مثلا 3 تا ضرر در روزه، 3 تا ضرر رو که خورد دیگه تمام، نخواد به جنگه. ولی مبتدی اونجاست میخواد به جنگه، حس انتقام داره و انقدری و دوچار اوورترید میشه، میبینه نه تنها اون روزش منجر به ضرر نشد، بلکه هر چی سود کرده بود تو یک ماه پس داد. دوباره این خوشبینانه ترین حالتشه. وقتی میبینه همه سودا رو پس داد، دوباره روانش به هم میریزه، دوباره ترید میکنه، میگه حداقل بذار من سودامو برگردونم. به خودش میاد میبینه اصلا اکانتش رو پس داده. چرا؟ همون روز رو نتونست کنترل بکنه، همون 1 ساعت 2 ساعت رو نتونست کنترل بکنه و بعدش یا به خودش میاد میگه که اصلا من چرا این کارو کردم؟ بچه‌ها من اینطوری بودم. من اوایل معاملاتم اصلا من درک میکنم معامله گر چرا ضرر میکنه. بابا به خدا من اینا رو گذروندم، من میفهمم یک شخص چی میشه که دوچار اوورترید میشه. ببین یه آن 5 دقیقه انگار تو این دنیا نیستی، بعدش که تمام میشه میگی چرا من اصلا اینجا ترید کردم؟ چرا؟ اصلا تو اون 5 دقیقه انگار این ذهن تو یکی گرفته، نمیفهمی، بعدش میگی چرا من اینجا ترید کردم؟ همه اینا برمیگرده به اینجا. و من ایمان دارم این آموزش کاری باهات میکنه که بعدش دوست دارم بری تست رو دوباره بدی، افزایش نمره داری و نتیجه بچه‌ها اینطوری خلق میشه. قول چراغ جادویی وجود نداره، قول چراغ جادویی اصلا وجود نداره و همه نتایج اینطوریه. و تو معامله گری یا حتی توی تصادف خب دیدی آقا تصادف به وجود میاد، یه شخصی میزنه به یه ماشینی یا اون پیاده میشه، اصلا خیلی واقعا شده افراد خیلی از مرگ و میرا اینطوریه، پیاده میشه آقا چرا فوش ناسزا، ولی یک شخصی میگه اوکی آقا میپذیرم تصادف به وجود اومد، چطور کنترلش میکنیم؟ حالا الان باید چی کار بکنیم؟ میبینی تفاوت این دوتا فقط ریشش همینه. زندگی ما انسان‌ها رو تصمیماتمون میسازه، و تصمیمات ما بیش از این که تابع مغز منطقی باشه در کنترل ذهن هیجانیه. چرا؟ خیلی به من دقت کن بچه‌ها. ما الان مغزی که الان داخل مغزی که داریم یه نئوکورتکس اولین انسان‌های اولیه که مثل مغز ما رو نداشتن. مغز ما خیلی کوچیک بوده، هی به وفور بزرگ شده، این لایه به لایه بهش اضافه شده و این نئوکورتکسی که میگن یعنی همین. اول از همه مغز ما کلاً مغز هیجانی بوده، ذهن هیجانی بوده. چرا؟ خب باید برای بقا داشتن خودش حیوان حمله میکرده، فرار میکرده، حیوانای درنده، یا برای اینکه بتونه بقا داشته باشه، برای اینکه بتونه دنبال شکار بیفته. تماماً به خاطر همینه که انسان کلاً اول کار انسان اولیه ذهنشون هیجانیه. و الان اگر ما احساساتمون غالبه بر مغز منطقی، ریشش نیاکان ماه، ریشش از همون جاست که ذهن هیجانی هنوز وجود داره. حتی شما وقتی تو زبان بدن کار بکنی میبینی تو زبان بدن شما مثلا یه چیز جدیدی که میاد، مثلا این اخمی که میکنن، همه اینا برمیگرده به اون زمان. میخوام بهت بگم چقدر مهمه. بریم جلوتر. در لحظات سخت تصمیم گیری، ببین همه چی وقتی آرومه، من یه شعاری دارم میگم آقا همه چی وقتی خوبه، کنترل ذهن که هنر نیست. من و شما بیایم این همه صحبت بکنیم، بگیم اوکی آقا ذهنت رو کنترل کن، برای موفقیت حال خوب داشته باش، همه میگیم اوکی. ولی من سبحان صمدی باید تو لحظات سخت بگم آقا تو لحظات سخت واقعا خودم رو منیج بکنم، مدیریت بکنم. و من با توجه به یک سری چیزایی که گذروندم واقعا حق تدریسش رو دارم، حق صحبت در موردش رو دارم. من اگر دارم در مورد معامله گری صحبت میکنم، حق تدریسش رو دارم به عنوان یک معامله گر. خب تنها شخصی هم که دارم لایف ترید مستمر میذارم. اگر بعضی اوقات دارم در مورد ذهنیت ثروتمند صحبت میکنم، حق صحبت در مورد پول و ثروت رو دارم در حد خودم، در حد همون گلوبال ولث جهانیش حقش رو دارم. اگر دارم در مورد هوش هیجانی صحبت میکنم، حقش رو دارم. خیلی از افراد
کلام زیبایی دارن ولی اصلا لمس نکردن. تو لحظات سخت بچه ها تصمیم گیری اینی که تو باید فکرشو بکن، تو همون 3 زهر روزت رو خوردی، 3 زهر روزت رو خوردی، اینی که تو بخوای تو اون لحظه خودت رو کنترل بکنی میشه هنر. وقتی همه چی گل و بلبله، کنترل ذهن که هنر نیست. یعنی یادت باشه در لحظات سخت احساسات ما بر تمام عقلانیت ما چیره میشه. یه آزمایشی هست از آقای بار اون، اوکی؟ اصلا کسی که میاد در مورد هوش هیجانی صحبت میکنه. آقای بار اون یک محققیه که یک آزمایش 10 ساله انجام داده. یعنی این ویدیویی که میخواید مشاهده بکنید حاصل 10 سال تحقیقه. حالا افراد اول چیه؟ میاد تعداد زیادی از کودکان رو داخل یک اتاق قرار میده، خب، و بهشون میگه که آقا اتاق هیچی توش وجود نداره، یه میزه، یه مارشمالو. میگه ببین این مارشمالو مال شماست. اگر تونستی به مدت 15 دقیقه هیچ چیزی نخوری، به مدت 15 دقیقه صبر کنی، من میرم بیرون، بعد از 15 دقیقه که برگردم به شما 2 تا مارشمالو میدم. چی شد؟ میگه آقا شما تو 15 دقیقه داخل این اتاق بمون، اوکی؟ بعد از 15 دقیقه که برگردم اگر اون یه دونه مارشمالو نخورده باشی بهت 2 تا مارشمالو میدم. جالبیه تست میدونید چی؟ اول از همه بریم با همدیگه ویدیو رو مشاهده بکنیم. خب ویدیو رو که مشاهده کردید بعد بیایم بهش به جوابش بپردازیم. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. خب ویدیو رو مشاهده کردید، دیدید از هر 5 نفر فقط 1 نفر تونست صبر کنه. هم خیلی یا همون اول کار تا اون عزیز خارج در شد گفت برو بابا من میخوام همین الان مارشملومو بخورم. و از هر 5 نفر 1 نفر فقط تونست صبر بکنه. حالا تست همه این افراد اسمشون ثبت میشن، 10 سال میگذره، میاد به همون افراد دوباره نگاه میکنه، به همون کودکانی که 10 سال بزرگتر شدن، میاد میبینه از نظر نمرات درسی افرادی که تونستن صبر کنن، یعنی هوش هیجانی بالایی داشتن، از نظر نمرات و از نظر نتیجه آدمهای موفق تری نسبت به افرادی هستن که نتونستند همون لحظه برای 15 دقیقه صبوری کنن یا حتی هوش هیجانی پایینی داشتن. و ما انسان ها همیشه تو زندگیمون دنبال یه نبرد همیشگیم. همیشه ما انسان ها تو زندگی همیشه در حال اون نبردیم. نبرد چی؟ نبرد تکانه و مهار نفس. تکانه یعنی چی؟ افرادی که بذار خیلی ساده بهت بگم تو یک لحظه از کوره در میرن، میشه تکانه. و افرادی که هی مهار نفس دارن، خودشون کنترل میکنن، خویشتن‌داری و میل. افرادی که حاضرن برای رسیدن به اهدافشون از یک سری خواسته های فعلیشون صرف نظر کنن. بگم بر فرض مثال دارم بهت میگم و میگن آقا من الان تایم کارمه، به جای اینکه با دوستم برم خوشگذرونی، دوستم برم سفر، باید به اهدافم بچسبم. جای خودش میرم سفر ولی الان تایم کارمه، الان تایم زمان روی افزایش مهارتمه. حاضره برای رسیدن به اهدافش از یک سری خواسته های فعلی دوری کنه. آدم ها همواره دنبال اون نبرده، یعنی ما زندگیمون همواره در حال این نبرده است. بریم جلوتر. من یه سوالی دارم از شما، یه سوالی دارم. اجازه بدید من ببینم داره ضبط میشه. بله، چون چند بار شده دارم ضبط میکنم. خب من از شما یه سوالی دارم. آیا شما حاضر هستید برای رسیدن به خواستتون، برای رسیدن به اهدافتون، خواسته های فعلیتون رو به تعویق بیاندازید؟ حاضری؟ یه دقیقه بهش فکر کن. و واقعا بچه‌ها یاد باشه اگر من ازت الان سوالی میپرسم، اگر قراره بری تستی پاسخ بدی، منطقی جواب بده. واقع بینانه خودتی و خود آدمو که خودت که نباید گول بزنه که، منطقی جواب بده. آیا واقعا حاضر هستی همین الان صمیمی‌ترین دوستت بیاد بگه آقا بریم سفر، اصلا هر چیز دیگه ای، آیا حاضر هستی برای رسیدن به اهدافت خواسته های فعلیت رو به تعویق بیاندازی؟ بله یا خیر؟ یادته من گفتم همیشه دنبال چراییم؟ من روحیم این بوده. یعنی من اوایل، خب شما هایلایت می رو داخل اینستاگرام که بخونید اصلا در مورد مسیر معامله گریم صحبت کردم. خب اوایل وقتی هیچی به هیچی بود، من یه روحیه که داشتم همیشه دنبال این بودم چرا اون فرد ماشین خوب داره، ویژگیش چیه، اصلا برخوردش چیه، لایف استایلش چیه. من روحیم این بود. به یه سوال کلیدی، چرا برخی از افراد موفق میشن؟ من یه صحبتی باهات دارم. توی کلاس درس، خب فرزند دارید ندارید یا خودت گذروندی، میبینی آقا مدرس یکیه ولی تو همون کلاس درس یه شخصی 20 میشه، یه شخصی رفوزه میشه. اگر برف و بوران بوده برای همه بوده، اگر معلم خوب تدریس کرده برای همه خوب تدریس کرده، اگر بد تدریس کرده برای همه بد تدریس کرده. پس چرا یک شخصی تو همون کلاس، تو همون شرایط یکسان نمره 20 رو میگیره، یک شخصی رفوزه میشه؟ یا چرا برخی از افراد موفقن؟ چرا؟ میخوام باهات کامل در مورد این صحبت بکنم. 80% از تحقیقات نشون داده که هوش هیجانی نقش زیادی در موفقیت داره.
من اینو بهت بگم تمامی مباحثی که دارم اینجا باهات به اشتراک میذارم رفرنس داره، تمامیش، تمامی مباحث رفرنس داره. اوکی؟ یعنی رفرنس یعنی منبع داره. اوکی؟ که از همه از مقاله های بزرگ دنیا، از همه از مقاله های معتبر از دانشگاه های معتبر جهان. آیا من نیاز به تمرین هوش هیجانی دارم؟ 100%. بچه‌ها ما تو زندگیمون همیشه باید رو خودمون تمرین بکنیم. حتی تستی که داریم میدید اینطوری نباشه که یه بار تست رو بدی بعد بگی خب دیگه تموم شد دیگه به به. نه، تستی که دادی حالا باید بیای دوباره 3 ماه دیگه خود تست بدی، ببینی اصلا 3 امتیاز به امتیازت اضافه شد یا نه. و بهت گفتم 50% راه افزایش هوش هیجانی فقط این خودآگاهی است، اینی که من خودم رو بشناسم. میدونی هوش هیجانی چه تأثیرایی داره تو معامله گری، تو کلاس‌های درسی، زندگی خانوادگی؟ یعنی هوش هیجانی انقدر مبحث گسترده‌ایه. این نکته که دارم بهت میگم نه تنها تو معامله گری کمکت میکنه بلکه تو زندگی هم بهت کمک میکنه. کارهای گروهی همه اینها برمیگرده. تو اوایل قرن 20 دلیل موفقیت افراد رو تماما بهره هوشی میدونستن، یعنی IQ. ولی از اواخر و قرن 21 که هستیم همه اینها برمیگرده به EQ طبق مقاله. و آقای بارون کسیه که اومد همون تست 10 ساله رو انجام داد، اومد کلی مقاله در مورد بحث هوش هیجانی نوشت. هوش هیجانی و اجتماعی معرفای بهتری برای موفقیت هستند. و ما تو اوایل قرن 20 اینو داخل مقدمه صحبت کردیم. استخدام تو شرکت‌های بزرگ، دلیل موفقیت افراد بزرگ، همه میگفتن بهره هوشی. آقای فلانی چرا موفقه؟ نه، این آدمی بوده که بهره هوشیش خیلی بالاست. استخدام، شرکت‌های بزرگ می‌خواستن یک شخص رو استخدام بکنن تست EQ بهشون میدادن. ولی الان چی؟ بچه خیلی جالبه بدونید اصلاً IQ نیازی به IQ برتر برای معامله‌گری نیست. میدونیم ما چقدر افراد نابغه ای رو داریم، واقعا بهره هوشی بالایی دارن، ولی شاید اون نتیجه عالی رو تو زندگیشون رقم نزدن. خیلی افرادی رو داریم، دیدی تو زندگیتون، دیدی تو نزدیکانتون ولی از اون ور یه شخصی رو میبینی این اصلا آدم هوش خاصی نداشته ولی نتیجه خیلی قشنگی داره. چرا؟ چون هوش هیجانی بالایی داره، EQش بالا بوده. و اصلا طبق مقاله میگه امکان نداره اگر شخصی از شما یه پله بالاتره و هوش هیجانی بالاتری نداشته باشه.